به نام خدا. به کانال شبنامه خوش آمدید. این داستان مولا نصرالدین و مردم فضول. در یک روز گرم تابستانی مولا از خیابانی رد می شد که هوای گرم باعث خون دماغ شدن او شد. مولا تا دید خون از دماغش می آید کنار خیابان ایستاد و سرش را بالا برد تا خون دماغش بند بیاید. اما هنوز چند دقیقه نگذشته بود که شمار زیادی از مردم کنار او ایستادند و همه به آسمان نگاه می کردند و خیال می کردند مولا چیز عجیبی در آسمان دیده است. در همین حال یک مغازه‌دار که جلوی دکانش را مولا شلوغ کرده بود پیش آمد و به مولا گفت: ای مردک، مگر مریضی که با نگاه کردن به آسمان مردم را دور خودت جمع کردی؟ مولا گفت: مردک خودت هستی. مگر کوری نمی‌بینی من خون دماغ شدم؟ اگر از جمع شدن مردم روبروی مغازت ناراحتی از خودشان بپرس که فضولی خفهشان کرده است. امان از دست انسان‌های فضول که زندگی خود را رها کرده و سر خود را در زندگی دیگری فرو می‌کنند. دوستان من، آیا شما هم تجربه‌ای در برخورد با این افراد داشته اید؟ اگه آره، اونو برامون کامنت کنید. دوستان عزیز، داستان ما به پایان رسید. از اینکه تا انتهای داستان با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. برای شنیدن داستان‌های بیشتر با ما همراه باشید و با لایک و نظراتتون از ما حمایت کنید. خوشحال میشیم که ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. موفق و پیروز باشید.